بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم در مورد زمان حال ساده که یکی از مهمترین زمانهای انگلیسی می باشه معلومات بدهم. استراکچری مثبت زمان حال ساده عبارتند از subject plus verb s و es. وقتی علاوه می شود که شکلی از سومی از فعل استفاده شود که عبارتند از he she it است. به طور مثال she plays football، او خانم فوتبال بازی میکند. استراکچر منفی زمان حال ساده subject plus do slash does plus not plus verb و s و es در اضافه نمیشه در شکل منفی. به طور مثال she does not play football، او خانم فوتبال بازی نمیکند. استراکچر سوالی زمان حال ساده do slash does plus subject plus verb and آخرش یک question mark اضافه میکنیم. اضافه میشه در وقتی که نوشتاری. به طور مثال does she play football، آیا او خانم فوتبال بازی میکند. حالا میریم به جمله مثبت زمان حال ساده. جملات بسیاری است که به طور مثال I play football، من فوتبال بازی میکنم. You study English، شما انگلیسی مطالعه میکنید. We watch TV، ما تلویزیون تماشا میکنیم. They live in Kabul، آنها در کابل زندگی میکنند. He plays football، او مرد فوتبال بازی میکند. She studies English، او خانم انگلیسی مطالعه میکند. It rains، او میبارد که او را میبارد از امو آب و هوا گفته میشه. او هم استفاده به حیوان یا به جان استفاده میشه. حالا میرویم به مثال های منفی زمان حال ساده که عبارتند از she doesn't، عبارتند از I don't play football، من فوتبال بازی نمیکنم. You don't study English، شما انگلیسی مطالعه نمیکنید. We don't watch TV، ما تلویزیون تماشا نمیکنیم. They don't live in Kabul، آنها در کابل زندگی نمیکنند. He does not یا مو شکل اختصار شدهش doesn't استفاده میشه. He does not plays football، او مرد فوتبال بازی نمیکند. It does not rain، استفاده نمیشه بخاطری که منفی است گفته بودیم براتون. It rains، او نمیباره، او را اشاره به مو آب و هوا میکند. حالا میریم در مثال های از سوالی زمان حال ساده. Do I play football، آیا من فوتبال بازی میکنم. Do you study English، آیا شما انگلیسی مطالعه میکنید. Do we watch TV، آیا ما تلویزیون تماشا میکنیم. Do they live in Kabul، آیا آنها در کابل زندگی میکنند. و یک نکته بسیار مهم وقتی که ما شکل سومی از فعل یا منفی یا سوالی که دو یا مودز میگیره با آنها اس و اس اضافه نمیکنیم. به طور مثال گفتیم که براتون does he play football، plays گفته نمیشه، غلط است. does he play football. does she study English، studies خوانده نمیشه. does it rain، گفتم براتون rain.